تاریخی عهد باستان. تاریخ آینه تمدن گذشته بشریت بوده، اخبار سرنوشت آن را از زمانهای قدیمترین تا به امروز به ما میرساند. مسئله های چون پیدایش انسان، اجداد تاجیکان کیها بودند و در کدام مرز و بوم وطن داشتند، ریشه و نسبشان از کجا ابتدا میگیرد و امثال اینها مورد آموزش علم تاریخ قرار دارند. اجداد ما طی هزار ساله ها در قلمرو ایران زمین از ساحل‌های دریای آمو گرد تا به سرحدهای شرقی رودخانه دجله و فرات در عراق کنونی تمدنی عالمگیر و فرهنگی ناتکرار بنیاد گذاشتند. مختصر در شناخت اصل تاجیکان. ایران باستان. ایران چه معنی دارد؟ ایران از کلمه پهلوی ایران که در شکل‌های ایریا، ایرا، ایر، آریا، آریان و امثال اینها تا این زمان رسیده است گرفته شده معنی سرزمینی آریایی ها را دارد. ایران زمین کجاست؟ ایران زمین یعنی سرزمین آریایی ها، کشوری پهناوری اصلی قوم‌های آریایی در دنیای قدیم و اولهای عصر میانه بود که امروز در حدود آن دولت‌های زیاد از عراق تا سرحدهای چین و از قفقاز تا پاکستان قرار دارند، یعنی حدود آسیای مرکزی، آسیای میانه، ایران و افغانستان. اصطلاح آریایی از ایران چه فرق دارد؟ اصطلاح آریایی برای تمام قوم‌های آریایی آسیا و اروپا گفته می شود. مثلا هم تاجیکان و هم آلمانیان گذشتگان خود را آریایی می گویند، اما ایرانیان تنها برای یک قسم بزرگ قوم‌های آریایی گفته می شد که اصلا در حدود آسیای مرکزی و ایران و افغانستان کنونی زندگی می کردند، از جمله اجداد تاجیکان و گروه مردمان ایرانی داخل می شدند. ایران تاریخی از ایران کنونی چی تفاوت دارد؟ زیر مفهوم ایران تاریخی مملکتی وسیع فهمیده می شود که تمام ایران زمین را فرا می گیرد. ایران کنونی که تا سال 1935 فارس نام داشت، نام خود را از نام ایران تاریخی گرفت. حدود آن تنها یک قسم ایران زمین را در بر می گیرد، یعنی حدود ایران امروزه. فرق اصطلاح قوم‌های ایرانی از ملت ایران در چیست؟ زیر اصطلاح قوم‌های ایرانی تمام مردم ایران تبار از جمله تاجیکان شناخته می شوند. تحت اصطلاح ملت ایرانی تمام باشندگان کشور ایران کنونی صرف نظر از کی بودند تبارشان، یعنی ترک، تاجیک، ارمیان و غیره فهمیده می شود.